این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت و آدمکشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه‌های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن. اینقدر اینها وقیحند. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.